قسمت اول مهمونی خونه مامان فرشتتون. زور که از سر کار برگشتم، گوشت ران و سینه مرغ با دنبه و پیاز و فلفل دلمه چرخ کردم. بعد بهش نمک، زردچوبه، ادویه‌های دلخواه و زعفرون رو اضافه کردم. گذاشتم یخچال بمونه تا غروب که برگشتم. آرد و نشاسته، وانیل، کاکائو، کره، یکم شکر و شیر رو ریختم توی ظرفی. بعد از اینکه غلیظ شد ریختمش توی ظرفای جداگانه. روشو بیسکویت و مغزیجات ریختم. اینم گذاشتم یخچال. رفتم سر کار. غروب که برگشتم کوبیده‌ها رو به سیخ کشیدم و اونا رو کباب کردم. بعدش هم روی کوبیده‌هام و زعفرون و کره ریختم. برنجم هم که دم انداخته بودم 2 نوع تدیگ درست کردم و این غذای خوشمزه‌ای که شما دارید میبینید و این سفره قشنگ و خوش رنگ شد نتیجه کارم که خیلی هم لذت بردن.